اینا مامان بابای منن و تو بچگی کلی به هم دروغ گفتن چون فکر میکردن زندگی راحت‌تر میشه. مثلا وقتی بچه تر بودم مامانم همیشه بهم میگفت اگه آب پرتقالم رو زود نخورم تمام ویتامین سیاش از تو آب پرتقالم پر میزنه و میره. وقتی فهمیدم به هم دروغ گفتن یا لمه قصه خوردم. به خاطر همین رفتم از دوستان پرسیدم که مامان بابای اونا هم دروغای اینجوری بهشون گفتن یا نه و فهمیدم که آره به همشون یه سری دروغا گفتن. مامان یکی از دوستان بهش گفته بود اون برای اینکه بزرگ بشه باید دوش بگیره مثل گیاه وگرنه نمیتونه بزرگ بشه. مامان دوست دیگه هم بهش گفته بود که اشکای آدم توی کل زندگی خیلی کمن و ممکنه تموم بشن پس باید با برنامه گریه کنه. بابا یکی از دوستان بهش گفته بود که اگه شکلک عجیب در بیاره صورتش واسه همیشه همونجوری میمونه. و خانواده یکی دیگه بهش گفته بودن که اگه زیاد تلویزیون نگاه کنه چشاش عین کادر تلویزیون مربعی میشه. خیلی دوست دارم بدونم مامان بابای شما از این دروغا بهتون گفتن یا نه؟